مارکت به فیر ولیو گپ معکوس اینجا واکنش نشون میده و شروع میکنیم به مشخص کردن آرایه‌های PD. اینجا کیلزون اوپن لندن، کیلزون اوپن نیویورک و کلوز لندن رو داریم. اینا یه جورایی زمانهای مهم کاری فارکس هستن. پس اینجا آرایه‌های PD رو داریم، یه فیر ولیو گپ سعودی داریم، ورود جریان سفارش سازمانی که فقط یه مقدار واردش میشه، اما حتی به نصف یا ناحیه وسطش هم نمیرسه. اینجا یه گپ جدایی داریم و بعدش یه فیر ولیو گپ سعودی دیگه با ورود جریان سفارش سازمانی داریم که دوباره فقط واردش میشه اما به ناحیه وسطش نمیخوره. اینجا فیر ولیو گپ سعودی داریم، هول و هوش ناحیه وسطش جمع میشه، به سقف میخوره، اما اینجا قیمت رو میکشه بالاتر داخل اون سایه پریمیوم. به قیمت اینجا نگاه کنید، 97.649 که این یکی اینجاست. اون کف اون سایه پریمیومه. پس وقتی اینجا ترید میشه برمیگرده پایین داخل 1/4 بالایی اون سایه پریمیوم. و اینجا یه فیر ولیو گپ هم داریم که لمسش میکنه و ضمناً در زمان ماکرو هم هست. خدایا شکرت. بفرمایید حالا یه ستاپ یونیکورن دیگه داخل جعبه ابزارتون دارید.